سلام دوباره، یوسف زاده هستم. امروز در این جلسه میخوایم ابزار خط کورل رو باهاش آشنا بشیم و ویژگی های هر کدوم از این ابزار رو بشناسیم. خب ابزار خط رو شما میتونید توی این پنل ببینید که اولین ابزاری که باهاش آشنا میشید فری هند هستش که با شورتکات یا هاتکی F5 هم میتونید این ابزار رو فراخوانی کنید. این ابزار دقیقاً کارایش به این صورت هستش که شما هر شکل دلخواهی که بخواید میتونید ترسیم کنید. از این ابزار برای افرادی استفاده میشه که قلم نوری دارن و میتونن با استفاده از قلم نوری حالا شکل هایی که مورد نظرشون هست رو ترسیم کنن. حالا برای ما که با موس میخوایم کار کنیم خیلی این قلم کارآمد نیست. قلم بعدی تو پوینت لاین هست که قبلا باهاش آشنا شدیم. تو پوینت لاین کلیک میکنید، درگ میکنید و رها میکنید. برای کشیدن خطای صافه کلیک میکنید. بعد از درگ کردن اگر شیفت رو نگه دارید براتون خط توی زوایای متناسب 15 درجه‌ای رسم میکنه، از 0 تا 15 30 45 60 و همینطور 75 و 90 و الی آخر این کار رو برای ما انجام میده. مثلا با تو پوینت لاین خیلی سریع میشه یک مثلث کشید به این شکل. ابزار بعدی بیزیر هست. بیزیر طرز کارش به این صورت هست که شما با استفاده از اون میتونید خطوط منحنی مختلفی رسم کنید، همینطور که مشاهده میکنید. ابتدا کلیک میکنید، مشخص میکنید که این منحنیتون میخواید به چه صورتی ترسیم بشه. بعد همینطوری کلیک میکنید و میتونید انحنای هر کدوم از اینها رو مشخص کنید به این شکل. حالا اگر خواستید اینجا خطتون به پایان برسه با زدن دکمه اسپیس میتونید این کار رو انجام بدید و دیگه خط رو ادامه ندید. ابزار بعدی ابزار پن هست. مشابه ابزار هستش که توی نرم افزار فتوشاپ دیدیم. ابزار پن میتونم کلیک کنم، حرکت کنم به این صورت، خطای صاف بکشم، یا کلیک کنم موس رو نگه دارم، درگ کنم تا منحنی بکشم. خط بعدی رو میخواد برای من منحنی بکشه. اگه خواستم خط بعدی صاف باشه آلت رو نگه میدارم، میام اینجا کلیک میکنم و خط رو صاف میشه. اینجا هم اگه دکمه اسپیس رو بزنم خط رو نیمه کاره برای من رها میکنه. مثلا با همین ابزار پن ما میتونیم خیلی راحت نایک رو ترسیم کنیم. البته بهتر بود که اینجا هم یه همچین چیزی قرار میدادم، حدوداً اینجا، بعد کلیک میکنم. خب میتونم بعدا با استفاده از شیپ تول دقیقاً چیزی که میخوام رو ترسیم کنم. شیپ تول رو یک جلسه مفصل در موردش صحبت میکنیم که چطور با استفاده از شیپ تول خطوطی که ترسیم میکنیم، آبجکت هایی که میکشیم رو به شکل دلخواهی که دلمون میخواد در بیاریم. یعنی بعد از اینکه با پن یا ابزار دیگه خط شما کاری رو کشیدید، احتمال داره که کاملا اون چیزی که دلخواهتون هست ترسیم نشده باشه. پس احتیاج هستش که شیپ تول رو هم ابزارش رو بلد باشین تا بتونید با استفاده از این دوتا ابزار خاص و کارآمد به شکلی که میخواید برسید و اون رو بتونید ترسیم کنید. ابزار
ابزار بعدی بی اسپلاین هست. بی اسپلاین میاد برای شما خطوط منحنی پشت سر هم رسم میکنه. پس بی اسپلاین چیکار میکنه؟ برای شما خطوط منحنی پشت سر هم رسم میکنه. اگه من 2 بار کلیک کنم این خط رو نیمه کاره رها میکنه، اگه نه تا زمانی که من بکشم این رو ادامه میده، مگه اینکه برگردم نقطه اولم. بعدی پلی لاین هست. پلی لاین همین کار بی اسپلاین رو میکنه، فقط خطوط صاف میکشه. اینجا هم با 2 بار کلیک میتونم خط رو رها کنم نیمه کاره، یا اینکه یک فضایی بسته به این شکل براش به وجود بیارم. چیزهایی که ما استفاده میکنیم و خود من تجربه برای من ثابت کرده که استفاده میشه، پن تو پوینت لاین و 3 پوینت کرو بوده. چیزهایی که خیلی استفاده شده توی کارهایی که خلق شده یا کارهایی که خودم انجام دادم، از این 3 ابزار معمولا استفاده شده. حالا بگم 99% از این 3 ابزار استفاده شده، حالا باز بیشتر پن و تو پوینت لاین، و باقی ابزار تقریبا خیلی کاربردی نیستن. البته کاربرد دارن، ولی خب برای خلق کاراکتر یا لوگو یا کارهای این چنینی همین 2 پوینت لاین، پن و 3 پوینت کرو رو بلد باشین کافی هستش. خب 3 پوینت کرو که برای افراد مبتدی خیلی خوب هست. به این صورت از شما درایو میکنید، نگه میدارید و بعد میتونید انحنا بدید. افرادی که ابتدا شروع میکنن کار رو و میخوان تازه یاد بگیرن، بهتره که از 3 پوینت کرو استفاده کنن. با 3 پوینت کرو به نتیجه بهتری میرسن و بعد حالا با شیپ تول بیام و اون چیزی که مد نظرشون هست رو درست کنم و هر شکلی که مد نظرشون هست. پس اینجا ابزاری که توی زیر مجموعه خطا بود و یاد گرفتیم. تنها چیزی که مونده اسمارت دراینگ هست. اسمارت دراینگ برای زمانی کاربرد داره که مثلا من میخوام با فری هند شکل‌های مختلفی بکشم و قلم نوری دارم، مثلا یه دایره میخوام بکشم، یه بیضی میخوام بکشم یا چیز دیگه‌ای، و این ابزار که اسمارت دراینگ هست میاد و تقریبا شکل منو تشخیص میده. ببینید مثلا الان دایره شد. من حالا سعی کنم یه مربع بکشم، ببینید الان مثلا یه مربع کشیده شد. زمانی که من دارم با قلم نوری میکشم، چون احتمال داره دقیق نتونم مثلا مستطیل رو ترسیم کنم، این کار مفید فایده خواهد بود. البته برای شخصی که داره از موس استفاده میکنه خیلی کارآمدی نداره این ابزار. خب ابزار بعدی شیپ تول هستش. شیپ تول با میانبر یا هاتکی F10 هم میتونید این ابزار رو فراخوانی کنید. حالا مثلا ما رو بذارید از حالت آبجکت خارجش کنم. شیپ تول یک سری گزینه‌های مختلف داره که هر کدوم از این گزینه‌ها یک کار با خصوص انجام میدن. خب این کارهایی که توی شیپ تول انجام میشه رو و این خصوصیاتی که این بالا میبینید، این جزئیاتی که این بالا میبینید، میخوایم توضیح بدیم. اولین قسمتی که میبینید نوشته شده رکتانگولر یا فری هند. اگه رکتانگولر باشه شما میتونید پوینت ها رو توی کادرها قرار بدید و اونها رو انتخاب کنید. هر کدوم از این پوینت ها یک نقطه هست، یک دستگیره هست که شما میتونید شکلتون رو توش تغییرات ایجاد کنید. فری هند به این صورت است که شما میتونید خودتون بگید مثلا من فقط این دوتا نقطه رو میخوام که تغییرات توشون ایجاد کنم به این صورت. پس حالا ما مثلا روی همون
رکتانگولو قرار میدیم. ابزار بعدی چیکار میکنه؟ یک نود اضافه میکنه، یک دستگیره اضافه میکنه، یک پوینت براتون اضافه میکنه. شما اگه جهت این خط رو در نظر داشته باشید، الان داره میگه که به این سمت میره. اگه من به اضافه رو بزنم یا در جهت این خط بین این نقطه و این نقطه یک پوینت اضافه میکنه. با این ابزار هم میتونید پوینتتون رو حالا بچرخونید. میبینید من یه بار دیگه ابزار رو میزنم، پوینتتون رو میتونید بچرخونید، بهش زاویه بدید و همینطور با این یکی هم میتونید پوینتتون رو حذف کنید. پس اگه من اینجا کلیک کنم، چون در این جهت هست، اگر دکمه به اضافه رو بزنم اینجا یه دونه پوینت اضافه میشه. اگه دوباره به اضافه رو بزنم باز هم یک پوینت دیگه اضافه میشه بین اینا و این کار رو با هر فشار این add nodes میبینید که انجام میده. و این یکی قسمت هم که گفتیم میاد این نود یا این نقطه رو پاک میکنه برای ما. گزینه‌های دیگه ای داریم. ممکنه این شکل ما یک شکل بسته باشه، همونطور که میبینید. من میخوام این شکل رو از حالت بسته به یک شکل باز تبدیلش کنم. با بریک کرف من این کار رو میتونم انجام بدم. این شکل من از حالت بسته خارج میشه و به یک شکل باز تبدیل میشه. همین کار رو میتونم انجام بدم و این شکل باز رو حالا به یک شکل بسته تبدیل کنم. میام این دوتا نود رو انتخاب میکنم. الان شکل ما بسته است، اینو باز میکنم. حالا اگر اینجا من جوین تو نودز رو بزنم، این شکل از حالت بازی که داشت خارج میشه. اگر این رو بزنم که شکل ما باز میشه، بذارید من اینجا، و اگر این دکمه رو بزنیم شکل ما یک شکل بسته میشه. این دوتا گزینه چی هست؟ یک نودی داری، یک نودی هست که یک خط شکسته است. اگر این گزینه رو بزنید خطتون دارای یک دستگیره ای میشه. این دستگیره ها باعث میشن که شما بتونید خطتون از حالت صاف به منحنی تبدیل کنید. اگر این یکی رو بزنید که از اون حالتی که منحنی بود خارجش میکنه. بذارید من اول یک انحنایی به این بدم، مثلا یه همچین انحنایی به این خط بدم و بعد حالا این گزینه رو که بزنم خطم رو از حالت منحنی به خط صاف تبدیل میکنه. حالا ما یه منحنی به این میدیم، به این شکل انحنای خاصی به این خط میدیم. این گزینه ها چیکار میکنن؟ یک گزینه داریم اسموث نود. اگر این گزینه رو بزنید، یک بار دیگه نگاه کنید، اگر این گزینه رو بزنید میاد خط شما رو در واقع به شکلی تغییر میده که البته اینجا خیلی مشخص نیست. در واقع خط شما رو طوری تغییر میده که هر طرف از دستگیرها رو بچرخونید اون سمت خط هم به همون میزان حدوداً تغییر میکنه. من اگر این رو انتخاب کنم، اسموث نود رو بزنم، میبینید که فقط در یک جهت میتونم این خط رو تغییر بدم. بهتر من یک آبجکتی خودم بکشم با استفاده از فری هند، مثلا همچین چیزی، و حالا با فرض مثال اینها این رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید الان این خط من فقط در این جهت هایی که میبینید میتونم تغییرش بدم. حالا یا مثلا یکی رو اگر رو خودش روی اسموث نود هست، میبینید که دو طرف این نود من یک حالت نرمی وجود داره. یعنی هر سمتی که من تغییر میدم اون سمت هم یه مقداری متناسب با این سمت تغییر میکنه، میبینید. اما اگر این گزینه رو بزنم دیگه این دستگیرها جدا از هم کار میکنن. یعنی این سمت من این انحنا رو هر تغییری بدم با سمت دیگه هیچ کاری نداره.
گزینه آخر میاد دقیق دو طرف رو به یک حالتی تغییر میده، یعنی هر اتفاقی این سمت بیفته قرینش اون سمت رخ میده. نگاه کنید، این میشه گفت اسموث نود که گزینه وسطی بود یک حالتی بین این دوتا هست، یعنی نه به این شکل هست که این سمت کاملا برای خودش آزادانه حرکت کنه و سمت دیگه تغییر نکنه، نه به این شکل هستش که دو طرف کاملا قرینه هم حرکت کنه، بلکه یک چیزی بین این دو رو در نظر میگیره و انجام میده. خب بذارید من اینو پاک کنم، دوباره یک مستطیل بکشم، این رو از حالت کرف خارجش کنم. اگه یادتون باشه ما اینجا الان مثلا میبینید که مسیر به این سمت هستش، اگه این گزینه رو بزنیم مسیر عوض میشه. ببینید مسیر الان به این سمت هست، مثلا من به اضافه رو بزنم اینجا یک پوینت جدید یا نود جدید میسازم. اما به محض اینکه ما مسیر رو عوض کنیم، مثلا به اضافه رو بزنیم، میبینیم که نود رو حالا به سمت اون مسیر هست که داره تشکیل میده. خب گزینه دیگه ای داریم اینجا که میاد یه مسیر جدیدی رو به هم وصل میکنه که حالا توضیحشو میگیم. بذارید من اینو مثلا باز کنم همین که شما بهتر ببینید. خب ببینید زمانی هست شما یک خطوط باز دارید، یعنی یک شکلی دارید که پیوسته است ولی باز هستش، یعنی تشکیل یک حلقه یا یک مسیر بسته نداده. با استفاده از این گزینه میتونید این دوتا پوینت رو به هم بچسبونید. با استفاده از این گزینه میتونید این دوتا پوینت رو به هم بچسبونید. حالا اگه این یکی رو بزنم چیکار میکنه؟ میاد این دوتا رو در واقع یک خط بینشون تشکیل نمیده. ببینید این میاد یک خط بینشون تشکیل میده و این دوتا رو میچسبونه. اما این گزینه رو بزنم این دوتا رو میاد عیناً به هم متصل میکنه. این یکی هم اینجا تقریبا کار همین اکستند کرف رو انجام میده. گزینه دیگه ای داریم که میتونیم پوینت ها رو حالا کوچیک کنیم، بزرگ کنیم یا زاویه بهشون بدیم. مثلا من یه بار دیگه میتونم انتخاب کنم، میتونم این پوینت ها رو کوچیک یا بزرگ کنم. بعضی جاها ممکنه به درد ما بخوره این کار. یا اینکه میتونم بچرخونم این پوینت ها رو همونطور که میبینید، یا زاویه بهشون بدم. و اما گزینه بعدی میاد الاین میکنه نودهای ما. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام این نود با این نود دقیقاً از لحاظ ارتفاع توی یه منطقه باشه. این گزینه رو میزنم، ببینید چند تا گزینه داره: الاین هوریزونتال، الاین ورتیکال و الاین کنترل پوینت. ما فکر کنید فقط الاین هوریزونتال رو روشن کنید، میاد و ارتفاع این دوتا رو یکسان در نظر میگیره. حالا مثلا من اینو یکم تغییر میدم، میارم اینجا این پوینت رو با این پوینت انتخاب کنم با نگه داشتن شیفت و حالا میخوام از لحاظ عمودی توی یه نقطه قرار بگیرم. ببینید از لحاظ عمودی اومد اینو رو توی یه نقطه قرار داد. حالا مثلا اینو بیارم اینجا، اینم بیارم اینجا، این دوتا رو انتخاب کنم و از لحاظ افقی توی یه نقطه قرار بگیرم. میاد این دوتا رو از لحاظ افقی توی یه نقطه قرار میده. این گزینه ها چی هستش؟ یک زمانی هست بذارید من این شکل بکنم، دوره مستطیل بکشم. من میخوام این نود رو تغییر بدم، من یه مقدار بیارمش این ورتر. میخوام همین بلایی که سر این نود میارم، مثلا این دوتا نود انتخاب کردم، میخوام همینطور که این نود دارم میارم این سمت، این هم به این سمت بره، یعنی همراه با این کشیده نشه و این ور نیاد.
اگر این رو من روشن کنم میبینید که دقیقا قرینه کاری که من این سمت دارم انجام میدم اون یکی اونجا انجام میده. خب دقیقا میتونید حدس بزنید که این یکی گزینه هم میاد این کار رو توی قسمت عمودی در واقع انجام میده. ببینید پس اگه من دوتا نوت هم اینجا بخوام تغییر بدم اینجا میتونم با روشن کردن این یکی گزینه خیلی راحت این کار رو بتونیم انجام بدیم. خب گزینه بعدی الاستیک مود. الاستیک مود میگه چی؟ میگه زمانی که من دارم اینها رو حرکت میدم، ببینید الان الاستیک مود روشن است، حالا روشنش میکنم. حالا توی این شکل خیلی واضح نیست کارش، ولی میاد به حالت نرمتری نودها رو تغییر وضعیت میده. مثلا اگر من یه فری هند اینجوری بکشم و اینها رو انتخاب کنم، ببینید این بدون حالت، این الان با حالت الاستیک مود بود، حالا بدون حالت الاستیک مود به این شکل داره تغییر میکنه. اما الاستیک مود روشن باشه یه حالت نرمتری به شکل ما برای شکل ما قائل میشه. گزینه بعدی هم select all node هست که میاد تمام نودها رو انتخاب میکنه. و آخرین گزینه هم میاد نرمی این نودها رو انتخاب میکنه، یعنی میاد نود ما رو از این پیچیدگی خارج میکنه. ببینید قبل این تعداد نقطه ما داشتیم، با افزایش این گزینه این نقطه ها کم کم حذف شده و شکل ما ساده تر شد. خب تقریبا تمام گزینه هایی که اینجا بود رو ما توضیح دادیم و فقط باندینگ باکس موند و قسمت اکسترکت سابپف که زمانی دارید شما دو تا مسیر مختلف رو توی یه آبجکت دارید و میخواید اینها رو از هم جدا کنید، میتونید از این استفاده کنید. مثلا بذارید من یه همچین کاری رو انجام بدم. خب الان این رو ما بیاریم یه هلال کشیده شده. حالا بیام اینو مثلا جدا کنم، یکی رو هم جدا کنم. خب این شکل من راست کلیک کنم، بریک کنم، دو تا شکل جدا باید من بدم. بله الان این دوتا رو انتخاب میکنم، میرم توی این گزینه. ببینید اینجا رو من دارم، اینو هم من دارم، میخوام اینا رو به یک شکل واحد تبدیلشون کنم. مثلا اینا رو به هم متصل کنم. زمانی که شما دو تا مسیر مختلف دارید ابتدا و این دو تا مسیر مختلف انتخاب کنید، کامباین رو بزنید، بعد برید این قسمت پوینت ها رو انتخاب کنید و حالا به هم متصلشون کنید. با این گزینه بهتر هستش. و زمانی که دو تا مسیر مختلف رو میخواید به هم متصل کنید، ابتدا کامباین رو میزنید تا این دو تا مسیر یکی بشن و بعد مثلا کنید و ممکنه یه دونه اینجا داشته باشن، یه دونه مثلا اینجا داشته باشن و حالا میخوام این دوتا رو به هم متصل کنم، یه شکل کنم. اینجا این دوتا رو انتخاب کنم، هیچ کدوم از اینا روشن نمیشه. اول باید این دو تا شکل کامباین کنم، بعد حالا میتونم اینها رو به هم متصل کنم به این شکل. خب پس ما ابزار شیپ تول و خط رو توضیح دادیم تو این جلسه.
تمرین های خیلی خیلی زیادی میتونیم با ابزاری که تا اینجا یاد گرفتیم انجام بدیم و شما عزیزان ببینید و یاد بگیرید. تقریبا تمام شکل ها، آبجکت ها و کاراکتر هایی که کشیده میشه با همین چیزهایی هست که تا الان گفته شد. تنها مسائل مهم دیگه که میمونه رنگ دادن به آبجکت هاست، اینکه چطور میشه رنگ داد، لنز ها هست و یک سری آبجکت های دیگه، یک سری ابزارهای دیگه. البته میشه گفت الان با همین هایی هم که یاد گرفتید کارهای خیلی خیلی